در یک روز زیبا در تهران، دختری به نام مریم میرزاخانی در خانواده‌ای دوستدار علم و دانش به دنیا آمد. از همان کودکی او عاشق ریاضی بود و همیشه در حال وقت گذراندن با معماهای پیچیده بود. مریم با چشمان درخشانش به دنیای اعداد نگاه می‌کرد و هر بار که یک معادله را حل می‌کرد، احساس می‌کرد که یک قهرمان شده است. او به مدرسه رفت و در آنجا معلم‌هایش متوجه استعداد خوب او شدند. مریم با تلاش و پشتکار در مسابقات ریاضی شرکت کرد و جوایز زیادی کسب کرد. او به دانشگاه شریف رفت و در آنجا به تحصیل در رشته ریاضی ادامه داد. پس از آن، مریم به آمریکا رفت و در دانشگاه استنفورد تحصیل کرد. او به سرعت در دنیای ریاضی پیشرفت کرد و به عنوان یکی از بهترین ریاضیدانان جهان شناخته شد. مریم در سال 2014 به عنوان اولین زن ایرانی برنده مدال فیلدز شد که به عنوان نوبل ریاضی شناخته می شود. او همیشه به جوانان و دختران جوان الهام میداد که به رویاهایشان ایمان داشته باشند و هیچگاه ناامید نشوند. مریم با چهره‌ای سرشار از افتخار دنیای ریاضی را متحول کرد و در دلها ماند.